خسته نباشی. اگه شما هم کنکور رو بدونین که تنها نیستین. خیلی های دیگه هم مثل شما هستن که دقیقاً این تجربه رو داشتن. تو این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که ببینیم آیا این آخر راهه و یا کارهای دیگه ای هم میشه کرد. سلام گلهای داوودی زیبای خونه مادر بزرگ. سلطان کنکورهای نامنظم خاورمیانه با 5 بار کنکور اینجا میخواد بهتون بگه که آیا کنکور آخر مسیره یا نه. بیایم بررسی کنیم ببینیم اصلا کنکور چیه. وقتی که شما توی دوران دبیرستانین و میخواین وارد دانشگاه بشین، یه امتحان خیلی غیر استانداردی از شما میگیرن. آیا درسایی که توی دبیرستان میخونین استاندارد و بروز هست؟ فکر نکنم. آیا امتحان استاندارده؟ بازم فکر نکنم. آیا همه شرایط یکسانی داشتن برای آماده شدن برای این آزمون؟ آیا همه معلمای یکسانی داشتن؟ آیا همه یه مدارس مشخصی میرن؟ آیا سطح آموزش همه جاها یکسانه؟ طبیعتاً نه. وقتی بررسی میکنیم نتایج کنکور میاد، همه یه استرس خیلی عجیب و غریبی دارن، چون شما فکر میکنی که بالاخره آینده شغلیت، خانوادت نگرانن، میخوای ببینی که تو آینده چی میشه، چه مسیر زندگی خیلی با این کنکور عوض میشه. وقتی که نتایج کنکور میاد، همیشه راجع به چند نفر اول، چند صد نفر اول یا چند 10,000 نفر اول همیشه صحبت میشه، چون که اصطلاحاً رشته های تاپ برای اینا. هیچ وقت راجع به کسایی صحبت نمیشه که بعد از اون چند 10,000 نفره هستن و سرنوشت اونا چی میشه و اونا چه استرسی میکشن. بیایم بررسی کنیم ببینیم کنکور چیه. شما تقریبا 12 سال توی یه سیستم آموزشی ایران دارین درس میخونین و آیا این چیزایی که شما میخونین یه چیز استاندارد و بروز و مناسبی هست یا نه؟ و آیا توی بقیه کشورها از این استفاده میشه؟ خیلی از کشورها واقعا نه. خیلی از چیزایی که ما میخونیم، مطمئن باشین من به عنوان یه فرد نزدیک به 30 سال و برای کسی که تقریبا 10 سال پیش کنکور داده، بهتون میگم که واقعا به دردتون نمیخوره. توی این 10 سال اخیر من انتگرال و چه میدونم خیلی از محاسبات و خیلی از اطلاعات اجتماعی و عربی و اینا واقعا به دردم نخورده و به درد شما هم قطعا نخواهد خورد. شما به مدت 12 سال درس میخونین و بعد از 12 سال که این اطلاعات خیلی به درد نخور وارد شما شد، یه امتحان خیلی به درد نخورتر از شما میگیرن. یعنی عملا هر چیزی که توی این 12 سال خوندین از شما توی 1 روز امتحان میگیرن که آیا ببینن که شما اینو بلدین یا نه. طبیعتاً ما روز خوب و بد داریم. شاید یه نفر توی اون روز حالش بد بوده، شاید مریض بشین یا شاید 1000 تا اتفاق مختلف برای شما بیفته. ولی آیا کسی اهمیتی میده به این ماجرا؟ نه. آیا کسی تلاشی میکنه که این وضع تغییر بده؟ نه. آیا همه میدونن که این اشتباهه و کنکور چیز مزخرف و به درد نخوریه؟ بله، همه میدونن، ولی هیچ کاری براش انجام نمیده. ببینین شما که سنتون یه مقدار پایین تر از منه، بالاخره ما یه ذره تجربه‌مون از شما بیشتره. اون موقع منم دقیقا میدونم الان شما چه ذهنیتی دارین. اون موقع ذهن آدم خیلی باز نیست و یه ذره که بیاین جلوتر حرف من متوجه میشین. الان اصلا نمیفهمین چی دارم میگم و فکر میکنین که خیلی عاقلین و خیلی همه چی رو میدونین و خیلی تجربه دارین و اینو، ولی واقعا خیلی از چیزا رو نمیدونین. وقتی که بیاین و وارد اجتماع بشین تازه میفهمین چیه و شما حالا وارد اجتماع نخواهید شد تا وقتی که حداقل شما کارشناسی رو بخونین. یعنی 4 سال اون رو میخونین و اگر پسر باشین 2 سالم سربازی میرین، یعنی شما 6 سال نمیفهمین اصلا چی به چیه و بعد از 6 سال یعنی توی شما در بهترین حالت توی 24 سالگی وارد اجتماع میشین اگر پسر باشین. حالا اگه دختر باشین که یه ذره شرایطتون بهتره، شاید ممکنه یه 2 سال از ما جلوتر باشین. وقتی وارد اجتماع میشین خیلی از چیزایی که توی دانشگاه هم میخونین بازم به درد شما نمیخوره. یعنی من دیگه نمیدونم چی بگم. من خودم میگم کنکور خیلی چیز مزخرفیه و خیلی از چیزایی رو در شما میسنجه و توی 1 روز میسنجه که واقعا اصلا به درد شما نمیخوره. منی که رشته تجربی خوندم، خیلی از درس‌ها واقعا به درد من نمیخوره. فیزیک به چه درد من میخوره یا عربی به چه درد من میخوره. اینا رو از من امتحان میگیرن و توی این درس‌ها طبیعتاً من اون نتیجه‌ای رو که باید بگیرم و نمیگیرم. من اصلا توی این درس‌ها اصلا هیچ استعدادی ندارم و نمیتونستم یاد بگیرم و نتیجه‌ام توی این موارد خوب نمیشه و این رشته ای رو که من توی آینده میخوام انتخاب کنم و تحت تاثیر قرار میده
و این مسیر زندگی منو کلا عوض میکنه. اصلا در کل این بستگی به دیدگاه شما داره. اگر که شما کنکور رو خراب کردین، اصلا دلیل بر این نیست که شما آدم خنگی هستین. شما توی یه سیستم آموزشی خیلی غلط یه مطالبی رو یاد گرفتین که به هیچ دردی نمیخوره و یه جوری از شما آزمون گرفتن که کاملا غیر استاندارد و کاملا اشتباهه. چند تا از کشورهای بزرگ و کشورهای علمی، کشورهایی که دانشگاه‌های بزرگی توش هستن و مقاله‌های خیلی زیادی دارن و به پیشرفت علم کمک میکنن، چند تاشون با کنکور شما واردش میشید. عملا نزدیک به صفر. شما عملا کنکوری ندارین، فقط تواناییتون توی اون زمینه مشخصی که شما دارین سنجیده میشه. پس باید این رو بدونین که شما توی یک مسیری قرار گرفتین که هیچ راه فراری هم ازش نداشتین و مجبور بودین که امتحان کنکور رو بدین. حالا اگر نتیجه خوب بود و اون چیزی که میخواستین رو به دست آوردین و اون رشته‌ای رو که میخواستین رو به دست آوردین، خیلی هم عالی. ولی اگر نشد، بدونین که آخر مسیر نیست. آدمای خیلی خیلی موفق تری توی دنیا هستن، توی ایران حتی هستن، که توی کنکور نتایج خیلی افتضاحی گرفتن. من خودم آدمایی رو میشناسم که مهندس خیلی خیلی خوبیه، آدم خیلی باهوشیه، ولی توی کنکور رتبه 100 خورده هزار آورده که 100 خورده هزار یعنی عملا کنکور نمیدادی شما سنگین تر بودی، خب بر اساس معیارای اینا. و این شخص رفت و یکی از این دوره هایی که بدون کنکور میرن رو ثبت نام کرد و الان مهندس شده و الان توی ایران نیست، دکتراش هم گرفته. یعنی این آدم علمی بوده، به علم علاقه داشته، ولی شما اینو نباید با کنکور میسنجیدی. اجتماع و عوام اینطورین که شما فرض کن 100 خورده هزار آوردی توی کنکور، شما رو به چشم یه آدم خنگ میبینن، میگن که درس به درد تو نمیخوره، ولی میبینیم که اشتباه بوده. حالا شما اگر میخواین که توی دانشگاه‌های ایران تحصیل کنین، گزینه‌های خیلی زیاد و بیشتری هم جلوی شما هست، چون که همه این دانشگاه‌ها دنبال اینن که دانشجو رو به هر طریقی شده بکشونن سمت خودشون. و اگر شما مدرک براتون مهمه و میخواین که یه مدرکی داشته باشین و علم اصلا براتون مهمه و میخواین ادامه تحصیل بدین یا حتی میخواین سربازی و اینا فرار کنین و اینا، خیلی دانشگاه‌های مختلف هستن، مثل دانشگاه آزاد، پیام نور یا غیر انتفاعی‌های مختلف یا فنی حرفه‌ای‌ها که میتونین شما برین توشون تحصیل کنین بدون اینکه نیازی به کنکور باشه، اگر میخواین که این مسیر رو برین. ولی با پیشرفت علم و مخصوصاً با اومدن هوش مصنوعی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مختلف، شما مسیرتون خیلی بازتره. 10 20 یا 30 سال پیش کی فکرشو میکرد یه هوش مصنوعی بیاد که بتونه همه کارامون رو انجام بده یا در جا هر چیزی که سرچ میکنیم و برای ما بیاره؟ حالا شما میتونین از طریق همینا کارهای مختلفی بکنین یا حتی میتونین از این سیستم برین بیرون اگر شرایطش رو دارین و دوست دارین که تحصیل بکنین. اگر شرایطش رو دارین، تاکید میکنم، میتونین مهاجرت هم بکنین، مهاجرت تحصیلی میتونین بکنین ولی یه ذره آره دیگه، خیلی از کشورها از خداشون هم هست که یه مهاجر خارجی بیاد توی کشورشون و آره، ولی این یه مقدار حمایت میخواد، این مسیر خیلی سخت داره، سختی‌های خیلی خیلی خاص خودشو داره که تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم که چجوریه. یه مقدار حمایت خانواده رو میخواد، یه مقدار که نه، فول ساپورت خانواده رو میخواد، چون یه جوون 17 18 19 ساله که تمکن مالی آنچنانی نداره، آنچنان که چه عرض کنم هیچ تمکن مالی نداری و شما صفری. به خاطر همین یه مقدار این مسیره هر کسی نمیتونه این مسیر رو بره، ولی این هم مسیر خیلی خیلی خوبیه. شما بعد از اینکه مهاجرت تحصیلیتون رو کردین و توی اون کشور مقصدتون مدرکتون رو گرفتین، میتونین برگردین اگر دلتون خواست. اگر هم دلتون نخواست که بازم اونا از خداشونه که شما توی کشورشون بمونین و مشغول به کار بشین. و شما این آپشن رو دارین که حتی توی کشور خودمون هم مشغول به کار بشین. همه شغل‌ها که به مدرک تحصیلی نیازی ندارن. حالا نمیگم خیلی شغل رد پایینه، مثلا خیلی کرکسیف و اینا، چون میدونم نسل جدید مخصوصا اصلا دیگه خیلی ذره چیزن، ولی شغلای خیلی مختلفی هستش که شما میتونین انجام بدین. حتی میتونین سرچ کنین با یه سرچ ساده، دیگه همه چی توی دستتون هست دیگه. یه سرچ ساده میتونین بکنین و ببینین که چه شغلای مدرک تحصیلی نمیخواد و مطمئنم خیلی تعجب میکنه، خیلی شغلای مختلفیه. یه سرچ ساده فقط. من خودم شخصا خیلی‌ها رو میشناسم که واقعا مدرک تحصیلی ندارن
و اصلا وقتشون هم برای دانشگاه تلف نکردن. حتی توی کشورهای خارجی هم اینطوریه. شما اگر یه مقدار تمکن مالی داشته باشین و اوضاع کشور حتی از نظر اقتصادی خوب باشه، خیلی از خارجی‌ها، خیلی از آمریکایی‌ها واقعا اصلا راغب به تحصیل نیستن، چون میگن که هزینه‌اش زیاده و میخوام چیکار، چون عملا انگیزه‌ای برای تحصیل نداره. وقتی شما وضع مالیت خوب باشه، تحصیل میخوای چیکار، به چه دردت میخوره؟ مگر اینکه کسی علاقه داشته باشه که اونا دیگه میرن میخونن. ولی در کل توی کشورهای دیگه هزینه تحصیل خیلی زیاده. حالا توی کشور ما هم هزینه تحصیل زیاده. شما فرض کن توی یه شهرستان یا یک شهر دیگه زندگی میکنین و یه کنکور هچلفتی هم دادی، یه شهر خیلی در به داغونی هم قبول شدی، اینم طبیعتا تا شما خونه بگیری، خوابگاه بگیری، هزینه یه زندگی و یه نفر کلا خیلی زیاده دیگه، گفتن نمیخواد. کنکور یه چیز خیلی مزخرف و به درد نخوره. من خودم 2 سال پشت کنکور موندم و چند سال بعد از اینکه قبولم شدن، برای اینکه یه ذره عقدمو خالی کنم، یکی دو باری هم بازم شرکت کردم توی کنکور و همینطوری رفتم شرکت کردم و یه رتبه خیلی در به داغونی هم آوردم که واقعا یادم هم نمیاد چیه. فقط اون روزو بیکار بودم و از قبلش هم ثبت نام کرده بودم، رفتم سر جلسه کنکور. میخوام بگم که یه چیز خیلی مزخرفه. اگر نتیجه درست و درمونی نیاوردی توی کنکور، هیچ اشکالی نداره. کلی آپشن جلوت هست که تو هنوز هیچ خبری ازشون نداری. یه ذره که بیای جلوتر، انقدر مسیر برات باز میشه و انقدر مسیرهای مختلفی جلو رود قرار میگیره که حتی نمیدونی کدومش رو انتخاب کنی. کنکور آخر مسیر نیست. اشکالی نداره اگر کنکور رو خراب کردی. حتی اگر میخوای پشت کنکور بمونی، میدونم وقتی کنکور رو خراب کردی، حتی خانواده خودت، حالا اطرافیان و دوست و آشنا رو، اینا رو، فامیل که اصلا کاری نداریم، حتی خانواده خودت هم ازت دلسرد میشن و خیلی همه عصبیان. یه جو خیلی خیلی متشنج و در به داغونیه. خودم بودم توش. ولی مهم نیست. اینو بدون که هیچ اهمیتی نداره. حتی خودت هم میدونم که حالت از همه اونا بدتره، ولی هیچکی درکت نمیکنه. من درک میکنم. من خودم توی اون شرایط بودم و فقط تو نیستی که توی اون شرایط بودی. چند صد هزار نفر دیگه هر سال توی اون شرایطن و همینه که یه ذره جوانای ما رو دپرس میکنه. روی خود من تاثیرات کنکور تا چند سال بعدش هم بود و همش استرس و اینو داشتی، همش یه حالت در بدام. میدونین چی میگم دیگه، کاملا مطمئنم که میدونین چی دارم میگم. ولی فقط این رو بدونین که اصلا هیچ اهمیتی نداره. یه ذره که بیاین جلوتر اوکی میشه. فقط و فقط به هر چیزی که علاقه دارین همون رو دنبال کنین و موفقیت و پول و ارتباطات مختلف شکل میگیره و یه چیزایی اصلا میبینین که الان فعلا باورش نمیکنین. یه ذره بیاین جلوتر با هم صحبت میکنین. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. هر سوالی، هر مشکلی دارین توی کامنت ها میتونین برام بگین، یا اگر راهنمایی چیزی حس میکنین که کمکی از دست من برمیاد، تو کامنت ها بهم بگین که خودم شخصا جوابتون رو حتما میدم. سابسکرایب کنین که کلی کارهای خفن میخوایم بکنیم و تا ویدیوهای بعدی